سلام، به این ویدیو خوش اومدین. درون جدید DJI یعنی DJI Neo 2 چند روز پیش به بازار اومد و تو این ویدیو میخوام آنباکس و بررسیش کنم. معمولا بعضی از گجت های جدید رو که میان من دوست دارم هم روز اول بخرمشون چون خیلی باحال و جالبن. درونا چیزای جالبی بودن ولی خب من هیچ وقت درون نداشتم. جالب بودن ولی نه در این حد که بخوام روز اول بخرمشون. و من دیروز خوندم که DJI Neo 2 معرفی شده و ویدیوشو دیدم و یکی از قابلیتاش اینقدر برام جالب بود که ترجیح دادم که روز اول بخرمش و تستش کنم. پس بریم برای آنباکس کردنش و ادامه داستان. خب جعبه رو بذاریم کنار ببینیم چیا همراهش اومده. یه پورت USB تایپ C به تایپ C، 2 تا دونه از این پرا و احتمالاً دفترچش، یه پیشگوشتی، احتمالاً یه استیکر، نه دفترچه، راهنما، و اینم از خود درون. چقدر جمع و جور و کوچیک و سبکه. خب من درون رو آنباکسش کردم و الان اینجاست. وقتی وصلش کردم به گوشی نیاز به آپدیت داشت، باید شارژ میشد، برای همین گذاشتمش تو شارژ و الان یکم شارژ داره که آپدیتش تونستم بکنم. یکی از چیزای جالبی که من راجع به این درون دارم میبینم اینه که خیلی از انتظارم جمع و جورتره و خیلی هم سبکه. یه سری چیزا رو باید تو سایتش ثبت کنم بر اساس قوانین UK. بریم روشنش کنیم. برای روشن کردنش دکمه روی باتریش رو یه بار میزنیم و بعدش نگهش میداریم و روشن میشه. و دکمه کنارش که رنگ نارنجی رنگ داره رو اگه سلکت کنیم آماده میشه برای پرواز کردن. روبروی من باشه. حالتهای مختلفی که این درون داره این حالت هاست و این که همین اپلیکیشنش هم میشه استفاده کرد برای اینکه دستی پرواز کرد. حالا میخوام یه مقایسه کنم بین DJI Neo 2 که الان دستمه و DJI Neo که نسل قبلی این درونه. این درون وزنش 151 گرمه و خب تو دستم خیلی سبک به نظر میرسه و خیلی هم جمع جوره. DJI Neo که نسل قبلی بود 135 گرم بود و یکم سبکتر از این بود. کیفیت تصویربرداری هم این نسل هم نسل قبلیش 4K بود ولی نسل قبلی 30 fps بود و این نسل میتونه 60 fps و 100 fps رو با کیفیت 4K تصویر برداری کنه. و اینکه همونجوری که توی آنباکسینگ هم دیدم DJI Neo 2 میتونه توی 2 محور حرکت کنه گیمبالش، ولی نسل قبلیش توی یه دونه محور میتونه حرکت کنه. و یکی از چیزهای جالبی که باعث شد من این درون رو روز اول بخرم اینه که شما با حرکت دستتون میتونید کنترلش کنید. یعنی با جستچرهای حرکتی میتونید درون رو حرکت بدین و یه جورای انگار سوپر پاور دارین و این خیلی جذاب بود برام. و این حد اکثر زمان پرواز این درون هم 19 دقیقه گفته شده که حالا باید تستش کنم ببینم چقدر میتونه دووم بیاره. مطمئنا کمتر از این بار باشه. و نسل قبلی 18 دقیقه بوده که بازم حداقل روی کاغذ 1 دقیقه بهتر شده. و اما یکی از چیزایی که خب جز نقطه ضعفاش به نظر من حساب میشه اینه که میکرو SD ساپورت نمیکنه و به حافظه داخلیش باید اتکا کنید و خب اونم 49 گیگه. حالا اینکه آیا کافیه یا نه بستگی داره که چه شکلی بخواید ازش استفاده کنید. خود درون خالی 209 پونده ولی در کنارش پکیج دیگه هم داره مثل فلای مور کومبو که خب اون یه سری چیزا دیگه هم همراهشه، مثل پک باتری که 3 تا باتری دیگه هم همراهشه که میتونه مفید باشه مخصوصا چون که عمر باتریش هم پایینه. و اینکه RC هم همراهش هستش که برای برد بیشتری رو میتونین ازش استفاده کنین برای پرواز. و اما یه پکیج دیگه هم که داره موشن فلای مور کومبو که همراهش یه گاگلی هم داره که میتونید بذارید و با اون کنترل کنید درونتون رو که اونم چیز جذابیه ولی همراه این نیستش.
برای گرفتن فلایر آیدی و آپراتور آیدی به سایت CIA رفتم و از اون تو نگاه کردم که به چه چیزایی نیاز دارم. یه سری دسته‌بندی مختلف برای درونای مختلف هستش که DJI Neo 2 توی UK 0 قرار میگیره، ولی از اون جایی که دوربین داره نیازه که هم فلایر آیدی رو بگیرم و هم آپراتور آیدی رو، که یه مبلغ حدود 12 پوندم برای آپراتور آیدی نیازه. امتحانش هم محدودیت زمانی نداره و میتونین هنگام امتحانم چک کنید و خیلی هم آسونه و بعدش هم وقتی که میگیریدش مشخصاتتون رو پر میکنید و اون چیزی رو که میگیرید میچسبونید به درونتون. Rear left. Follow. 3, 2, 1. Meters. Droney. 3, 2, 1. Rear left. Follow. 3, 2, 1. الان باتریش تقریبا از 4 تا چراغی که روشن بود 2 تاشه و سومی داره میزنه. 15 دقیقه میشه ازش استفاده کرد و یکم کمه، یعنی هیچ دیوایسی نداشتم که اینقدر کم بشه استفاده کرد ازش، ولی خب با ابعاد و اندازه‌ای که داره شاید منطقی باشه. یه دونه درونی دیگه هم میتونیم امتحان کنیم و ببندیمش. Rocket. Circle. Droney. علاوه بر این که از خود دکمه‌های توی درون میشه استفاده کرد برای اینکه حالتش رو عوض کرد، از اپلیکیشنش هم میشه استفاده کرد که اینجا میشه حالتهای مختلف رو انتخاب کردش و حتی میشه به صورت دستی کنترلش کرد. مرسی از این که این ویدیو رو دیدین. فعلا